این حجم از پرخاش، این حجم از خشم در اصل رفتاری نسبت به طرف مقابل نیست، فریادی برای دیده شدنه. یعنی منو ببین، بشنو. و میتونه نقطه عطفی برای این رابطه باشه. اگر به اندازه کافی یارت رو دیدی، شنیدی، حالا قرار اتفاقات بهتری در رابطت بیفته. اما وای از اون روزی که این فقط یه دعوای همیشگی تکرار شونده باشه و قرار نباشه که چیزی رو تغییر بده. انگار به آخر این رابطه رسیدی و اگر کاری براش انجام ندی باید پرونده این رابطه رو ببندی.